روزگارتون به خیر و شادی باشد. تماشابینان عزیز، گزارش‌های مستقیم ما از بازی دوره دهم لیگ اولی ادامه دارد و این لحظه ما و شما دربی منطقه کولوب میان دسته‌های هولبوک و حاصلات را یک جای تماشا خواهیم کرد که بازی دسته‌ها در ورزشگاه وخش آرینا در شهر باختر برگزار می‌گردد و می‌بینیم که چگونه امروز ورزشگاه و فضا و آب و هوایی که امروز ما و شما را اینجا انتظار است. یک بازی جالب را از میان این دو دسته البته تماشا خواهیم کرد و حالا بازیگران هر دو دسته وارد ورزشگاه میشوند و پس از به میدان برآمدن بازیگران هر دو تیم البته سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا میدهد. ما و شما با سرود ملی جمهوری تاجیکستان گوش میاندازیم و بعداً گزارش مستقیم خویش را از بازی میان دسته هولبوک و حاصلات در ورزشگاه وخش آرینا شهر باختر ادامه میدیم. ما را همراهی کنید. گزارش مستقیم خویش را از ورزشگاه وخش آرینا از بازی میان دسته هولبوک و حاصلات منظور شما میگردانیم. تماشابینان عزیز، و امروز ما و شما را یک بازی جالب، یک بازی دیدنی انتظار است و دسته هولبوک در بازی اخیر نمیتواند که غلبه به دست آورد، گرچه که دسته موسم را بسیار خوب آغاز کردند و دسته دبیوتانت موسم امسال در لیگ اولی میباشند و پس از دو غلبه پای همی که در آغاز موسم دسته هولبوک داشت، دیگر ما میبینیم که دسته تو هنوز غلبه به دست نآورده است و در دور گذشته هولبوک توانست که با وخش با پیشگام جدول مسابقه با دسته که هنوز در موسم امسال شکست ناپذیر است نتیجه مساوی را به قید گیرد و این شهادت از آن میدهد که هولبوک میتواند گرچه که بازی اخیر بسیار هم نتیجه بد هستند اما میتواند که مقابل دل خود دسته ایستادگی کرده تواند و امتیاز نیز به دست بیارد. دسته حاصلات باشد. تماشابینان عزیز، در آغاز موسم دچار بعضی از مشکلی ها بود که دسته غلبه کرده نمیتوانست و به همین ترتیب امین سوپانی متخصص ایرانی ترک دسته کرد. زیندین رحیموف به حیث سرمربی این دسته تعیین گردید و حالا میبینیم که پس از تعیین رحیموف دسته حاصلات الکی دو غلبه و دو باخت نیز دارد و امروز میبینیم که نتیجه چگونه خواهد بود. حالا هیئت دسته روی اکران‌های ما و شما پیدا می‌شود که در ادامه من مفصل‌تر هم هیئت دسته هولبوک هم هیئت دسته حاصلات را به شما آشنا خواهم کرد و حالا از پروازی پرنده نیز ما ورزشگاه وخش آرینا را می‌بینیم که پس از تعمیر و بازسازی می‌بینیم که چگونه ورزشگاه یک حسن دیگر، یک شکوه شامت خاصی را نیز به خود کسب کرده است. حالا همه چیز برای آغاز بازی آماده است و می‌بینیم که داور اساسی بازی نیست که از شهر کولوب است، بختیار کامیلوف اینجا
پس از فرا رسیدن وقتی معین شده صداشکش رو بلند خواهد کرد و بازی میانی دسته‌های هولبوک و اوسیلوت نیز از مرکز میدان شروع خواهد شد. سرمربی دسته هولبوک رو روی اکران‌های خویش می‌بینیم. جلال‌الدین مجیدوف که بهترین مربی مهم‌مرد در لیگ اولی اعتراف گردیده بود و در ادامه کاری او برای نگرفته ایستاده است. دسته امتیاز را از دست داده ایستاده است و اکنون می‌بینیم که امروز مقابل دسته اوسیلوت چگونه بازی خواهد کرد هولبوک. البته هولبوک و اوسیلوت رقیبانی هستند که به قول هم دیگر آشتیناپذیر هستند و امروز این دو دسته در دربی کلوب، در دربی خط زمین یک بازی جالب و دیدنی و سر هجوم و سر گل را منظور ما و شما میگردانند. همه چیز برای آغاز بازی آماده است. داور اساسی بازی بختیار کاملوف نیز اینجا صداشکش را بلند میکند و بازیگران دسته اوسیلوت از مرکز میدان بازی را آغاز میکنند. به تماشاگران عزیز زود با هیئت دسته آشنا میشویم و آغاز میکنیم از هیئت دسته هولبوک ناحیه واسه. در دروازه بازی میکند رقم 22 شاهین جلیلوف، دیگر بازیگران رقم 23 ظفر بردیوف، رقم 71 علیشو خدوی قلوف، رقم 3 علیشر خلمرودوف، رقم 4 حیدر ستاروف، رقم 7 جمشید مرودوف، رقم 27 بختیار چوریوف، رقم 88 جعفر اسماعیلوف، رقم 62 سفر علی کریموف، رقم 77 یونس اسمت اللهف، رقم 11 خیرالدین تورخانوف. سرمربی دسته هولبوک متخصصی محلی جلال‌الدین مجیدوف است. هیئت دسته اوسیلوت ناحیه فرخور چنین است. در دروازه رقم 1 دلیر عزیزوف، دیگر بازیگران رقم 14 اویبک عبدالغفورов، رقم 15 ساموئل اوفوری، رقم 24 بورتی گیاشی، رقم 21 فردوس چقالوف، رقم 10 یپیو کپاوا، رقم 63 محمد شریف سید خوجه، رقم 8 فریدون شریفوف، رقم 11 سوندای لونجیسونگ، رقم 17 جوزف کومادی، رقم 70 پاتریک رودولف. سرمربی دسته متخصصی محلی زیندین رحیموف است. داور اساسی بازی امروزه تماشاگران عزیز از شهر کلوب بختیار کاملوف است. در کنار او با کمک میکنند سوربون احمدزاده و طاهری بهرام. داوری چهارم قربان مراد شریفوف است. داورانی که در حجره بر هستند خورشید ددابویف، نوردینوف شریف بک و ابوبکر محمدوف میباشند که یکی از خودجان دیگرها از دوشنبه میباشند. در آغاز رقابت میبینیم که هر دو دسته بازی احتیاطکارانه را نشان داده ایستادند و با پاس‌های کوتاه کوشش کرده ایستادند که حمله ها را راه اندازی کنند. حالا با تو بس بازیگری دسته اوسیلوت اما قاعده بازی مقابل او ویران کرده می شود و میبینیم که اینجا سوندای لونجیسونگ بازیگری که بسیار سرعتی بلند دارد، بازیگری که قبلا در هیئت دسته کوکتاش بازی میکرد، نیم موسم در هیئت دسته ناحیه رودکی بود و بعدا پس از یک سالی که او در لیگ اولی نبود یعنی در خارجه هنرنمای خود را ادامه میداد، دیگر باره این موسم با هیئت دسته اوسیلوت همراه شد و بسیار بازی خوب را دیده ایستادیم که نشان داده ایستاده است. و ببینید که اینجا چگونه قاعده بازی را ویران میکند. ظفر بردیف متوجه میشیم که داور با او یگان آگاهی نشان نمیدهد و بازیگران دسته اوسیلوت باشد از همین موقع از ضربه جریمه‌ای توپ را به بازی خواهند درآورد. موقعیت میگیرد اینجا دروازه‌بان دسته هولبوک شاهین جلیلوف. ضربه مستقیم اجرا کرده می شود و اینجا ببینید که شاهین جلیلوف چگونه این فرصت رو برطرف کرد و یک درهم بر همین نیز بود در داخل جریمه‌گاه و می‌بینیم که آن را دیگر باره دفاعگران دسته هولبوک توانستند که برطرف نمایند. دیگر باره فشار میارند بازیگران دسته اوسیلوت. گفتم که در بازی آخری خود دسته هولبوک با بخش نتیجه مساوی 1-1 را به قید گرفت، یعنی یک امتیاز از دستی بخش گرفت در همین میدان. بالکه بازی در این میدان برای دسته هولبوک آشنا است این میدان برای این تیم و دسته اوسیلوت باشد در دور گذشته از ریگرتاداز با حساب 1-0 شکست خورد و دسته ریگرتاداز باشد با راهنمای مربی جدید با علیشر توختایف توانست که اولین غلبه را تجلیل کند و اوسیلوت باشد زیر راهنمای زیندین رحیموف که قبلا او این دسته را تمرین میداد موجه شکست کرد. در عموم اگر ما حالا به جدول مسابقه هم نظر افکنیم دسته اوسیلوت حالا در زین دهم است، 9 امتیاز دارد، در 10 بازی برگزار کرده 2 غلبه 3 مساوی و 5 باخت را به قید گرفته است. دسته هولبوک باشد در زین نهم است، این دسته نیز 9 امتیاز را کسب کرده است و در 10 بازی که داشت اونجا 2 غلبه 3 مساوی و 5 باخت دارد، یعنی نتیجه هر دو دسته خیلی هستند، 2 غلبه
3 مساوی و 5 باختی. تنها اینجا تناسب توپو نقش می‌بازد تا دسته در جدول مسابقه متناسباً در زینه نهم و دهم موقع گیرند. امروز دسته که غلبه میکند، امروز دسته که امتیاز به دست میارد، پس میتواند که موقع دیگری را در جدول مسابقه اشغال نماید و همین است که در موسم امسال در موسم 34م چمپیونات تاجیکستان نایت فوتبال ملی دسته لیگ اولی بسیار بازی شدندناک جریان گرفته استند و اکنون پس از انجام بازی دوره دهم نیمه اولی موسم نیز جنببست میگردد و بعداً باز پس از بازی‌هایی که منتخب‌ها دایر میکنند در روزهای فیفا باز نیمه دوم موسم نیز آغاز میشود و بعداً باز در پیش روزنه ترانسفری تابستان است که اونجا دوام یک ماه میتوانند دسته باز هم حیات‌های خود را مکمل کنند و در نیمه دوم موسم باز هم بازی خوبتر و بهتر را نشان بدهند. دسته بخش تماشاگران عزیز سالو پس از انجام 11 بازی با کسب 23 امتیاز در زمین اول است و این دسته تا هنوز شکست ناپذیر باقی میماند در لیگ اولی و در 11 بازی برگزار کرده 6 غلبه و 5 نتیجه مساوی را به خرید گرفته است. دسته بخش شهری باختر. در زمین دوم دسته استقلال است که در 10 بازی برگزار کرده 6 غلبه 3 مساوی 1 باخت دارد، 21 امتیاز کسب کرده است و باختی دسته استقلال این از دسته روشن بود. با حساب 1-0 در دور نهم در ورزشگاه کلوب آرینا استقلال با حساب 1-0 با خود گل احتم نظرов شکست خورده بود از روشن. بعداً دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن در خطر چهارگانه بهترین ها هستند. ایست روشن و پنچر باشد در تخانه جدول مسابقه مسکن گرفتند. بسیار می‌ران بازیگران دسته هولبوک ببینیم که در حیات دسته اوسیلوت در هر یک بازی زینالدین رحیموف تغییرات را راه اندازی میکند و آنجا ما مشاهده میکنیم که در بعضی از بازی ها مثلا ساموئل اوفوری در نیمکت های ذخیروی است یا خود فردوس چقلوف یا خود اویبک عبدالغفوروف و بعداً باز میبینیم که در بازی دیگری که آنجا دارد دسته اوسیلوت باز از این بازیگران سرمربی این تیم کار میگیرد. فوری بسیار هم خوب و اینجا اشاره میکند داور که قاعده بازی در مرکز میدان ویران شده است. سوندای لونجی سونگ و اینجا قاعده بازی را ویران میکند. بازیگر مذکور در مبارزه بهره دریافت توپ مقابل ظفر بردیف. ببینید تماشاگران عزیز که هیئت تیم ملی تاجیکستان برای بازی با دسته‌های کامبوجا و فیلیپین اعلان کرده شد و از هیئت دسته هولبوک و اوسیلوت آنجا بازیگران نیستند که حالا منتخب تاجیکستان البته در قطر آمادگی را بهر همین بازی انجام داده است و در هیئت هر دو دسته تلفات کادری نیز نیستند و همه بازیگرانی که امروز باید به میدان آیند، همه بازیگرانی که امروز آمادن به دسته خود کمک کنند در هیئت هستند و می‌بینیم که آنها تا کدام اندازه به تیم خود کمک خواهند کرد. از همین موقع از ضربه جریمه توپ را به بازی می‌درآورد بازیگر دسته هولبوک داور اجازه می‌دهد. ضربه او به نیمه میدانی دسته رقیب. کسی از همدستایش نیست که اینجا توپ را صاحب گردد و به این ترتیب ساموئل اوفوری می‌تواند که توپ را اولین شده بگیرد و بعداً پس اشتباهی او توپ در اختیار بازیگران دسته هولبوک است. توسط کنار راست هجومی دسته را اندازی کرده می‌شود با توپ از یونس اسمت‌اللهیف بازیگری که موسم گذشته در هیئت دسته بخشی بازی می‌کرد و این موسم به هیئت دسته هولبوک گذشت و البته
نسبت به موسم گذشته این موسم می‌بینیم که با امکانات بیشتر داده شده است، یعنی او بیشتر از سایت اساسی بازی رو شروع می‌کند که در حالت دسته بخشی او اکثر موارد از سایت ذخیروی به میدان می‌برد. با پیش می‌روند بازیگر راونی دسته اوسیلوت توسط کناری راست میدان. بسیار هم خوب. یا پیو کپا و من بازیگرانی که در حیات خود دارد اوسیلوت از جمله لیگ نهرو بسیار هم بازی خوب نشان داده است، مخصوصا در بازی اخیر ما درخشش خوبی پاتریک رودولف رو در حیات دسته اوسیلوت می‌بینیم. امروز در حیات دسته اوسیلوت ما اسلام زویروف را نمی‌بینیم، بازیگری که این موسم با گل‌های مفتون کننده خود توجه مخلصان را به خود جلب کرد و مهر آن گل‌هایی که این بازیگر به ثمر رسانید توجه در قلب مخلصان جای گرفت و یک علنگه هم زد، مخصوصا گلی که به دروازه وحش زد، مخصوصا گلی که به دروازه استقلال زد با اصول قیچی بسیار هم گل‌های زیبا برای اسلام زویروف بودند و در هر دو همین گلی که داشت اسلام زویروف و او پس گل‌آور را جوزف اکومادی داده بود. شاید توصیب دارد زویروف امروز در میدان نیست. تو به بازی در آورده می شود. تا هنوز بازیگران دسته هولبوک در 11 دقیقه که حالا پسی سر شده است از جانبی دروازه اوسیلوت یگان ضربه نداشتند و همین ترتیب اوسیلوت نیز جانبی دروازه هولبوک حالا ضربه اجرا نکرده است. تا همین لحظه هر دو دسته می‌بینیم که بازی یکدیگر را توجیه آموخته ایستادند. و اگر ما با بازی بین خودی این دو دسته نظر افکنیم تماشاچیان عزیز، قبلا دو بازی بود میان دسته‌های هولبوک و اوسیلوت که هر دو هم سال 1993 به قید گرفته شده است و در این دو بازی اوسیلوت با حساب 5-1 هولبوک را شکست داده است و بعدا در بازی دیگری که بود آنجا نتیجه مساوی 1-1 به قید گرفته شده است. در میدان هولبوک نتیجه مساوی و در میدان اوسیلوت غلبه این تیم. و اکنون ببینید با گذاره چندین سالها این دو دسته دیگر باره با هم دیگر روبرو شده ایستادند و با بازی جالب خود البته توجه امروز مخلصان را نیز شاد خواهند کرد. اولین بازی این دو دسته در لیگ اولی در قرن 21 است. البته گفتیم که هولبوک در لیگ اولی دبیوت کرده ایستاده است. این دسته موسم گذشته توانست که در لیگ یکم عنوان قهرمانی را صاحب شود و راحت خود را به لیگ اولی تامین نماید. هجوم دسته اوسیلوت پرتاب به داخل جریمه‌گاه بسیار هم خوب بود از جانب اویبگ عبدالغفور. فرصت پیدا می شود، ضربه هم زده می شود از جانب بازیگر دسته اوسیلوت و پالوتر از دروازه تو میدان را ترک می کند. رودولف پاتریک بازیگری که در بازی اخیر درخشش بسیار هم خوب دارد با همراهی ساندای لونجی سونگ در همین فرصت دیدیم که چگونه یک امکانیت خوب را از دست دادن. باید متوجه میشیم که چگونه پرتاب بود از جانب اویبگ عبدالغفورов، بعداً پس به سمت ساندای لونجی سونگ از جانب پاتریک رودولف بود و او نتوانست که درست‌تر کنج دروازه شاهین جلیلوف را به نشان گیرد. دسته هولبوک تماشاچیان عزیز در بازی اول خود در موسم امساله توانست که با دوبل
Хайреддин Турахонов ғалабаро муқобили Панҷшер ба даст орад ки ин аввалин ғалабаи онҳо дар аввалин бозиашон дар лига олӣ буд. Баъдан дастаи наваи восея тавонист ки дар бозии дуюм бо голи Исмоилов ғалабаро бар Истаравшан соҳиб шавад ки тоҷия пас аз 2 давр ин натиҷае ки Ҳулбук дошт ва дар моҳи март беҳтарин мураббӣ Ҷалолиддин Маҷидов низ аз ҳайати ин даста дар лига олӣ эътироф карда шуд. Тоҷия як натиҷа бисёрам ҳайратангез буд ва ҳамагон аз Ҳулбук умедҳои зиёд доштанд, аммо дар идома дидем ки натиҷаҳо бад шуд. Пас аз оне ки даста бо клуби марказии варзиши Артиш натиҷаи мусовии 0-0 ба қайд гирифт ва баъдан бохт аз Эсхата бо ҳисоби 2-5 ки аз ҳамин ҷо аллакай нокомиҳо гиребони дастаи Ҳулбукро гирифтанд ва ба мавқеъ даста низ дар ҷадвали мусобиқа таъсири амиқи худро гузоштанд. Дар идома бохт аз Бахшӣ буд бо ҳисоби 2-1, бохт аз Хуҷанд бо ҳисоби 1-2. баъдан мусовӣ дар дерби минтақаи Кӯлоб муқобили дастаи Равшан дар бозие ки албатта онҷо ангеза, дар бозие ки онҷо фазо бисёр мутантан буд ва як бозии шиддатнок низ аз ҷониби ин ду даста буд ва онҷо гол ба қайд гирифта нашуд ва имтиёзҳо баробар тақсим карда шуданд ва пас аз ин бозӣ Ҳулбук аз Истиқлол шикаст хӯрд бо ҳисоби 2-0 ва дар ин миён бохт аз Регартадаз низ буд бо ҳисоби 0-3 ва дар бозие ки бо вахш буд дар ҳамин майдон натиҷаи мусовӣ 1-1 ба қайд гирифта шуд. яъне бубинед ки дастаи Ҳулбук ин мавсим муқобили дастае ки аз минтақаи онҳо ҳастанд, яъне дастаи вахш, дастаи Равшан, дастаи Панҷшер тавонистааст ки имтиёз ситонад. Панҷшерро шикаст дод, аз Равшан имтиёз гирифт, аз вахш имтиёз гирифт ва имрӯз акнун навбат ба Ҳусилот расидааст ва мебинем ки оё Ҳулбук метавонад имрӯз аз Ҳусилот низ имтиёз гирад ё на. ҳоло биёед ба ҳамин вазъияти стандартӣ ки барои бозигарони дастаи Ҳулбук ба миён омадааст мутаваҷҷеҳ мешавем ва баъдан боз ман оиди натиҷае ки Ҳусилот дошт, он роҳи ноҳамворе ки то ҳамин марҳила тай кард Ҳусилот ба шумо хоҳам гуфт. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем Далер Азизов ки дар хати дарвоза бисёрам аз худ фаъолбандӣ нишон медиҳад. ҳоло мебинем ки мавқеият мегирад, довар иҷоза медиҳад, партоб ба дохили ҷаримаҳо бартараф мекунанд дифоъгарони дастаи Ҳусилот. як имконияти дигар пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Ҳулбук ва онро истифода бурда наметавонанд. дар ҳамин фурсат Ҷаъфар Исмоилов буд, бозигаре ки дар бозии муқобили дастаи Истаравшан голи ғалабаовари тимашро ба самар расонида буд. дастаи Ҳусилот бошад, тамошобинони азиз, бисёрам бозии хуб дошт зери роҳнамоии Амин Супонӣ. бозии хуб гуфта, албатта мо бояд натиҷаро дар назар дошта бошем ки онҷо натиҷа набуд барои Ҳусилот, аммо бозии даста бисёрам зебо буд, пасҳои кӯтоҳ, имкониятҳо, аммо аз он фурсатҳое ки буд истифода бурда наметавонист Ҳусилот. мушкиле дар хати дифоъ буд ва ба ҳамин тартиб дар бозии аввалини худ, дар бозии ифтитоҳии мавсим Ҳусилот бо ҳисоби 2-1 аз клуби марказии варзиши Артиш шикаст хӯрд. онҷо ягона голи Ҳусилотро Фирдавс Чахалов ба самар расонид ва муаллифи аввалин голи Ҳусилот дар мавсими имсола гардид. баъдан дар бозии дуюм бо ҳисоби 3-0 аз Барқчӣ шикаст хӯрд Ҳусилот ки тоҷияи бисёрам барои мухлисон, барои ҳаводорони ин тим як натиҷаи ғайриинтизор буд. ва дар ин миён мусовӣ бо Истиқлол, мусовӣ бо Вахш ки онҷо маҳз голҳои зебои Ислом Зоиров як имтиёзиро барои дастаи Ҳусилот овард ва баъдан дар бозии дигаре ки муқобили Равшан буд дар дерби минтақаи Кӯлоб, онҷо Ҳусилот бо ҳисоби 2-1 аз Равшан шикаст хӯрд ва дар ҳамон бозӣ Ҳусилот фурсатҳои хуб дошт, имкониятҳои зиёд низ дошт ки ҳатто дар қисми аввал онҳо бисёрам бозии хуб нишон доданд ва фурсатҳои зиёд буд, аммо дар қисми дуюм Ҳусилот умуман бозии дигар нишон дод ва ба ҳамин тартиб Равшан тавонист ки пирӯзиро ба даст орад. баъдан дар даври дигар мусовӣ бо Истаравшан буд ки онҷо низ барои Ҳусилот имкониятҳои зиёди голзанӣ буданд, аммо истифода бурда натавонистанд ва ба ҳамин тартиб роҳбарияти даста ба холосӣ омаданд ки албатта тағйирот дигаргунӣ дар ҳайати даста бошад ва худи мутахассиси эронӣ Амин Супонӣ низ пас аз ҳамин натиҷаи мусовӣ истеъфо дод ва ба курсии сармураббигии дастаи Ҳусилот мураббие ки мавсими гузашта дар Регартадаз кор мекард ва бо Регартадаз тавонист ки ҷоми Тоҷикистонро соҳиби гардад ва барои Регартадаз роҳхати иштирок дар мавсими имсола дар мусобиқаи Лигаи Чемпионати Осиёро фароҳам орад ки охири мавсим тарки ин даста карда буд. ба курсии сармураббигии Ҳусилот нишаст ва дар аввалин бозии худ Зайниддин Раимов тавонист ки бо ҳисоби 2-1 муқобили Панҷшер пирӯзиро ба даст орад ва ин аввалин ғалабаи дастаи Ҳусилот дар мавсими имсола буд ки бибинед ки чӣ гуна як ғалабаи деринтизор буд, чӣ гуна як ғалабае буд ки барои бозигарон ва мухлисони даста хело ва хело ҳам зарур буд. ва ба ҳамин тартиб пас аз ғалаба мо шоҳиди бохти Ҳусилот гардидем ки аз Эсхата онҳо дар сафар шикаст хӯрданд дар Хуҷанд ва ба ҳамин тартиб
پس از باخت از اسخاتا در خوجان، اوسیلوت توانست که قصد باخت از اسخاتا را از خوجان از دسته دیگر این منطقه بگیرد و با حساب 3-1 آنها ظفر یافتند و همونجا بسیار بازی خوب را نشان داد دسته اوسیلوت. موفق نمیشود در همین فرصت سوندای الونجی سونگ و بعدا در دور گذشته از ریگرتاداز با حساب 1-0 شکست خورد اوسیلوت و زینالدین رحیموف مقابل سابق دستش نتوانست که پیروزی به دست آورد. اینها بودن نتیجه که این دو دسته تا دوری دهم داشتند که من به شما یک آن را آشنا کردم. فرصت پیدا می‌شود برای دسته هولبوک و اینجا اندک هم دیگر را درست درک نمی‌کنند بازیگران این تیم، وگرنه بسیار هم یک فرصتی خوب بود، فضای خودگی بود در خط دفاعی دسته اوسیلوت، اما می‌بینیم که فردوس چخالوف در همین مورد چگونه بود چوست و چالاکی خیش با اون تجربه‌ای که دارد توپ را زده از داخل جریمه گاه بیرون می‌کند و این فرصت باشد برای بازیگران دسته هولبوک از بین می‌رود. ببینید که چگونه هجوم دسته را اندازی گردید، چگونه فرصت بود، چگونه پس داده شد از جانب خیرالدین تورخانوف به هم دسته خود، اما او به توپ سری وقت نرسید. بر صورت ضربه کنجی کار میکنند بازیگران دسته هولبوک. این دویمین ضربه کنجی برای آنها خواهد بود تا همین لحظه در واخر موزه پرتاب به داخل جریمه گاه و بسیار هم یک فرصت بود و برطرف میکنند دفاعگران دسته اوسیلوت. زود اکنون اوسیلوت به عکس الهجوم میگذرد و در همین حمله که بود دیدیم که درست‌تر فریدون شریفوف توپ را به هم دستش پس داده نتوانست. توپ را با در اجرایش بازیگران دسته هولبوک فشار نیز از جانب دسته اکنون بیشتر گردیده است، اما تا هنوز در 20 دقیقه که الکی پسی سر شده است ما شاهد گل نمیگردیم در بازی بین دسته هولبوک و اوسیلوت. عموما هولبوک بازی که مقابل دسته منطقه خطلون داشت در بازی با وخش ما نتیجه مساوی را دیدیم، در بازی با روشن نتیجه مساوی به گل را دیدیم، در بازی با پنچر باشد البته هولبوک توانسته بود که اونجا پیروزی را به دست آورد. بختیار چوری و فسایتی دسته هولبوک کارت زرد میگیرد پس از همین قاعده بیان کنه که داشت. فشار بیشتر می شود از جانب دسته اوسیلوت. ایبگ عبدالغفوروف، فریدون شریفوف با هجوم میگذارند بازیگران دسته اوسیلوت. توپ درست‌تر به سمت رودولف پاتریک نرفت. در بازی مقابل خوجان دوبل کرده بود رودولف پاتریک، از اون پیش نیز در بازی که اوسیلوت داشت مقابل پنشر اونجا نیز همین بازیگر توانسته بود که دوبل کند. اولین ضربه کنجی برای دسته اوسیلوت بعد متوجه میشویم که چگونه آن را استفاده میکنند. پرتاب به داخل جریمه گاه و اینجا دروازه‌بان شاهین جلیلوف میتواند که این فرصت رو برطرف کند. یا پیوکاپا و اینجا درست‌تر اکنون توپ رو به سوندای الونجی سونگ پس داده نتوانست. کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت فشار بیشتر می شود.
رو داشته میگیرد در همین فرصت اکنون شاهین جلیلوف. هجومی دسته اولبوک توسط کناری راست بود، اما در خط حمله می‌بینیم که درست هم دیگر را در کردن نتوانسته ایستادند. بازیگران دسته اولبوک عکس هجومی دسته اوسیلوت بسیار هم خوب توسط کناری راست میدان صورت میگیرد. سرعت بلند به پیش حرکت میکند بازیگر این تیم. پس به فریدون شریفوف، فرصت است برای فریدون. اسیو باسوندا الونجی سونگ، پرتاب به داخل جریمه گوز، ضربه هم اجرا کرده میشود و گل. 1-0 دسته اوسیلو در ایسوبا پیش میبرد. تماشاگران عزیز و اینجا ببینید که چگونه با زدن گل دست مییابد بازیگر این دسته جوزف اکومادی. در دقیقه 25 بازی با یک بازیگزاری خوب اوسیلوت در ایسوبا پیش میبرد. ببینید که چگونه از همین عکس الهجومی که راه اندازی کرد اوسیلوت چگونه با یکدیگر همدیگر فهمی خوب داشتند بازیگران این تیم و توانستند که به مقصد نیز رسند، یعنی توپ را به دروازه شاهین جلیلوف روان کنند. باید متوجه بشیم که چگونه اینجا پس از جانب فریدون به سمت سوندای الونجی سونگ داده شد. سوندای الونجی سونگ بسیار هم خوب توپ را به جوزف اکومادی پس میدهد. کسی نیست که به او مانع ایجاد کند و میتواند که توپ را به کنار مقابل دروازه روان کند و حساب نیز گشوده گردد در بخوری امروزه. اوسیلوت در حساب پیش میبرد 1-0 و در ادامه میبینیم که اولبوک اکنون به این گل چگونه پاسخ خواهد داد. فشار میارند بازیگران دسته اولبوک. پس به کناری راستی میدان فرصت پیدا می شود. پرتاب به داخل جریمه گوز، ضربه به سر و توپ را داشته میگیرد دلیر عزیزوف. در بازی اخیر اگر ما به هنر و مهارت دروازه‌بان دسته اوسیلو نظر افکنیم، بسیار مو در خط دروازه فاول است، مخصوصا در بازی با خوجان موسیف اولی رو دیدیم، در بازی بو استقلال، در بازی بو وحش و در دیگر بازی که البته اونجا اوسیلوت امتیاز از دست نداد، بسیار هم در خط دروازه فاول بازی کرد دلیر عزیزوف. و در همین منگول باز ما در خط دروازه اسماعیلوف را نیز می‌دیدیم، یعنی در خط دروازه دسته اوسیلوت اونجا هر دو دروازه تلاش میکنند که در میدان باشند و کسی که خود را در میدان بهتر نشان میدهد، البته تا اون زمانی که دسته بازی را نبازد او در خط دروازه میباشد. ولی ما در چندین بازی دیدیم که دلیر عزیزوف در خط دروازه چگونه بازی میکرد و بعداً اسماعیلوف. اندک اکنون اینجا فوتبالبازان هر دو تیم تشنگی خود را برطرف میکنند، چون که در بختر بسیار هم هوا گرم است و توجه بازی کردن در چنین گرمی برای بازیگران نیز اندک مشکل می شود و به این خاطر آنها می توانند که در چنین لحظه تشنگی خود را برطرف کنند. کارگردان با ما شما گل زده جوزف اکومادی را نشان میدهد، بازیگری که این موسم بسیار هم فعال است در حیط دسته اوسیلوت. پسوی گل‌آوری بیشتر انجام میدهد، گل نیز میزند و در میدان باعث یک بازیگری مهم، باعث یک بازیگری بازیساز بسیار هم ما فعالی او را دیده ایستادیم. ظفر بردیوف از توپ را به بازی می‌درآورد. دلیر عزیزوف از خط دروازه توپ را به بازی می‌درآورد و به همدست‌ها اشاره می‌کند که همه به پیش روند.
تا ضربه او رو بگیرند و حمله را راه اندازی کنند. می‌بینیم که اینجا پاس میدهد عزیزوف. اویبک تو را از دست داد در همین فرصت محمد شریفی سید خوجا، بازیگری که البته فضای دربی منطقه کلوب را احساس میکند، چون که قبلا او در دسته روشن نیز بود. نیم ساعتی بازی پسی سر می شود. حساب 1-0 به فایده دسته اوسیلوتی نوع فرخور است. اینجا اکنون اندک اوسه میگیره در زبانی دسته اوسیلوت. دلیر عزیزوف توار به چیز اشاره نمی کند. اکنون صدای اشترکش رو بلند می کند بختیار کومیلوف و در همین فرصت دیدیم که اولین شده به توپ رسید دلیر عزیزوف و بعداً شاید پای او رو پخش کرده باشد حملگری دسته هولبوک. در همین فرصت دیدیم که نزدیک بود که اشتباه کند دفاعگری دسته اوسیلوت و بعداً با مشکل همین حالت رو برطرف کرد بازیگری دسته خودی اوسیلوت. دروازه‌بان این حالت رو با مشکل برطرف کرد و فرصت بود برای حملگران دسته هولبوک. از اوتو به بازی در آورده می شود. اکومادی بسیار هم خوب بازی میکند اینجا، اما تو را از دست میدهد. در بازی باعث روشن اولین گل خود را در موسم امسال به ثمر رسانیده بود جوزف اکومادی. سوندای الونجی سونگ باشد حملگری دیگر این تیم در بازی با اسخط اولین گلش را در موسم به ثمر رسانید. بعدا اکومادی در بازی با خوجان نیز به زدن گل دست یافت و امروز گلی که او زد گل سوم برایش در موسم امسالی لیگ اولی است. همچنین گفتم که دو پاس گل آوری که با اسلام زویر افتاد با گل‌های زیبای این بازیگر آورده رسانید و او 2 یا 3 پاس گل آور نیز در حساب خود دارد. ببینید که این موسم چگونه سر محصول است. جوزف اکومادی یکچند وخوری علکه در دور دهم برگزار شدند. تماشاگران عزیز تنها یک بازی دیگر باقی مانده است تا انجام بازی دوری دهم و اینجا میبینیم که گل دوم نیز اکنون زده می شود به دروازه دسته هولبوک و حساب 2-0. و یک بازی گذاری خوب خود مخلصان خیش را شاد میگردانند بازیگران دسته اوسیلوت و ببینید که در همین فرصت چگونه توپ به دروازه شاهین جلیلوف زده می شود و محمد شریفی سید خوجا بازیگری که بالاتر در مورد او من گفتم که او دربی منطقه کلوب را احساس میکند درک میکند و در همین بازی از خود درک میدهد. اینجا میتواند که گل دوم دسته اوسیلوت را به دروازه هولبوک زند. دو بر صفر اوسیلوت در حساب
باز هم پیشگامتر می شود و برای هولبوک باشد باز هم مشکل تر می شود تا به بازی برگردد. ببینید که چگونه پس داده شد، چگونه و یک پای غیج خیش توانست که از پس گل‌آور جوزف کمادی استفاده برده گل زند محمد شریفی سید خوجه. جوزف کمادی که من در موردی گفتم که موسم سر مسئول است، اکنون باز اینجا پس گل‌آوری نوبتی خود را انجام میدهد. 2-0 اوسیلوت باز هم در ایسو پیشگامتر می شود و برای هولبوک باشد در ادامه بازی کردن و با بازی برگشتن باز هم مشکل تر. در مورد نتیجه بازی دوره دهم گفته استوده بودیم که الکای 3 بازی برگزار شد. برخشی با حساب 1-0 از خطر رو شکست داد. کلب مرکزی ورزشی ارتش با حساب 2-1 بر خوجان ظفر یافت. وخش در بازی مرکزی دور روشن را با حساب 1-0 شکست داد. هولبوک و اوسیلوت طول بازی جریان دارد. بازی استقلال و استروشن بر روز دیگر گذاشته شد و یک بخوری دیگری که باقی مونده است این بازی بین دسته پنجشیر و ریگرتدز می باشد که روز 3 مای برگزار می گردد. ده دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی مونده است. یک امکانی دیگر پیدا می شود برای بازیگران دسته اوسیلوت و اینجا می بینیم که موفق نمی گردند. دو توپی که امروز تا این لحظه از دروازه گرفت هولبوک گل‌های 16 و 17 بود که این دسته از داخلی دروازه گرفت. به همین ترتیب پولو از همه دسته که بیشتر از داخل دروازه توپ گرفت از پنجشیر، بعدا استروشن و در نوبت خود هولبوک و اسخطه. دسته که از همه گل کمتر رو از داخل دروازه گرفت از این تیمی استقلال میباشد. فشار میارند بازیگران دسته هولبوک و میبینیم که در خط حمله مشکلی هستند، همدیگر فهمی نیست و میتواند که هجومی که دسته دارد البته به ثمر آنها خاتمه بند. زود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران اوسیلوت. جوزف کمادی سرعت بلند دارد. پاسیو با رودولف پاتریک اینجا نمیتواند گذارد از بازیگری دسته هولبوک و توپ را از دست میدهد. هجومی دسته هولبوک توسط کنار چپ میدان برطرف میکند این هجوم این دسته را. محمد شریفی سید خوجه فشار ادامه دارد از جانب دسته هولبوک توسط کنار چپ هجوم ادامه مییابد. جمشید مراتوف ضربه را اجرا میکند از مسافه دور و توپ را داشته میگیرد دلیر عزیزوف. در پیش حالا دسته ها را بازی جام تاجیکستان انتظار است. اونجا البته دسته که بازی خوب نشان میدهند، دسته که تلاش میکند، کوشش میکند، نتیجه بهتر رو نشان میدهد و فینال میبراید، غلبه میکند، پس صاحب این جایزه خواهد شد.
ҳуҷуми дастаи осилот пас дода мешавад ба Рудольф Патрик. наметавонад гузарад инҷо аз бозигари дастаи рақиб. توپ در اختیار بازیگران دسته هولبوک است. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و اینجا با جایش بلند خود توپ رو داشته میگیرد دلیر عزیزوف. داور نیز اشاره میکند که اینجا قاعده بازی بیان شده است و از نو دلیر عزیزوف باید توپ رو به بازی درآورد. قاعده بازی بیان کرده شد. پنج دقیقه دیگر تا انجام قسم اول بازی باقی مانده است. حساب 0-2 به فایده اوسیلوت است. هجومی دسته هولبوک توسط کنار چپ. پرتاب به داخل جریمه‌گاه فرصت پیدا می شود برای دسته نوحه وسه. یونس اسمت‌اللهیف پسیو به قفا اما نادرست. فشار آورده استند بازیگران دسته هولبوک. دسته اوسیلوت نیز کوشش کرده است که با پاس‌های کوتاه به نیمه میدانی دسته رقیب گذارد. اکومادی پاسیو به قفا و بارتی بود. یا پیو کپاوا هجومی دسته هولبوک پس به خط حمله زود توپ را سوی میشوند بازیگران دسته اوسیلوت و اما امکان نمیدهند به حملهگران دسته هولبوک که در همین گونه فرصت ها موفق باشند. و مشکل هم گردیده است برای یونس اسمت‌اللهیف که حالا نه چندان تجربه غنی دارد و خیرالدین تورخانوف که این بازیگر نیز اکنون این موسم در لیگ اولی بازی کرده است. گرچه که اسمت‌اللهیف بود موسم گذشته در لیگ اولی با برخچی. کوشش نوبتی بازیگران دسته هولبوک بدون نتیجه است. زود از اوت به بازی درآورده می شود از جانب ظفر بردیف. موفق نمی شود یونس.
یک دقیقه دیگر باقی میمونه تا انجام قسم اول. با توپند بازیگران دسته اوسیلوت با پاس کوتاه به پیش رفته ایستادند. ساموئل اوفوری بازیگری که قبلا در دسته روشن بازی میکرد و اون نیز یکی از بازیگرانی است که تجربه خوبی بازی در هیئت دسته‌های کشوری ما در لیگ اولی را دارد. اوفوری با پاس کوتاه با پیش میروند بازیگران دسته اوسیلوت. توسیق نوری راست هجومی دسته رو اندازی کرده میشود. پرتاب به داخل جریمه گاه فرصت است برای جوزف کومادی اما بلندتر ضربه را اجرا میکند. بسیار هم شانسی خوب بود برای کومادی و میبینیم که موفق نمیشود. دو دقیقه به قسم اولی بازی علاوه کرده می شود از جانب داوران واخور امروزه. یونس دلیر عزیز فکنون از دروازه توپ را به بازی می‌دارد. ویبگ عبدالغفاروف با پاس کوتاه با پیش میروند بازیگران دسته اوسیلوت و توپ را به خوبی بازیگران هولبوک. زود آنها اکنون باید به عکس الهجوم گذارند. یونس پرتابی او به مرکز اما اونجا هم دستش به توپ رسیده نتوانست. جوزف کومادی هجومی دسته اوسیلوت را ادامه میدهد. فرصت است برای کومادی اما صداش که داور بختیار کومیلوف بلند می شود و به همین ترتیب قسم اولی بازی نیز می‌بینید دسته هولبوک و اوسیلوت خاتمه می‌یابد. با برتری دو توپ به تنفس می‌روند بازیگران دسته اوسیلوت. گل‌ها را از این دسته جوزف کومادی و محمد شریف سید خواجه به ثمر رسانید. ما شما نیز تنفس می‌کنیم و پس از چند لحظه باز به بخشارینه و قسم دومی بازی می‌بینید دسته هولبوک و اوسیلوت برمیگردیم. ما رو همراهی کنید. قسم دومی بازی باز هم جذاب‌تر خواهد بود.
دوستان عزیز به قسم دومی بازی من دسته هولبوک و حاصلات برمیگردیم به میدان بخش آرینا. قسم اولی بازی با حساب 0-2 به فایده حاصلات خاتمه یافت. اونجا اسایت این دسته گل را به ثمر رسانیدند. در دقیقه 25 بازی جوزف کمادی و در دقیقه 63 بازی باشد محمد شریفی سید خوجا. در گل اول خود سهمگذار بود جوزف کمادی که پس گل را با انجام داد سوندای لونجیسونگ و در گل دوم باشد کمادی پس گل را با محمد شریفی سید خوجا انجام داد و بازیگری که در قسم اول بسیار خوب بازی کرد در حاصلات محض همین بازیگر بود. فرصت پیدا می شود برای دسته هولبوک اما موفق نمیگردند. بیاید تماشاچیان عزیز اکنون زود با هیئت دسته در آغاز قسم دوم بازی متوجه میشیم که تغییرات البته دیده نمی شود در آغاز قسم دوم در هیئت هر دو دسته و همان هیئتی که بود با همان هیئت بازی ادامه می‌یابد. آغاز می‌کنیم از هیئت هولبوک. در دروازه از رقم 22 شاهین جلیلوف، دیگر بازیگران رقم 23 ظفر بردیوف، 71 علیشو خدای قلوف، 3 علیشر خالمورودوف، 4 حیدر ساتوروف، 7 جمشید مرودوف، 27 بختیار چوریوف، 88 جعفر اسماعیلوف، 62 سفر علی کریموف، 77 یونس اسمتولویف، 11 خیردین تورخانوف. سرمربی دسته هولبوک جلال‌الدین مجیدوف است. هیئت دسته حاصلات به طور ذیل است. در دروازه رقم 1 دلیر عزیزوف، دیگر بازیگران رقم 14 اویبک عبدالغفورов، رقم 15 ساموئیل فوری، 24 بورتی گیاشی، 21 فردوس چقالوف، 10 یاپیو کپاوا، 63 محمد شریفی سید خوجا، 8 فریدون شریپوف، 11 سوندای لونجیسونگ، 17 جوزف کمادی، 70 پاتریک رودولف. سرمربی دسته زینالدین رحیموف. حالا داور اساسی بازی بختیار کامیلوف اینجا اندک بازی رو متوقف می‌دارد و می‌بینیم که با چه حالت او متوجه گردیده ایستاده است. اون داورانی که در حجره ور هستند البته همون حالتی که بود شرح می‌دهند به بختیار کامیلوف. اگر لحظه ضرورت به میان اومد خودی بختیار نیز میتواند اون حالت رو از نزدیک ببیند، اما اشاره میکند که تو به بازی در آورده شود و اونجا هیچ حالتی بس برانگیز نیست و بازی ادامه می‌یابد. می‌بینیم که تماشاچیان عزیز در آغاز قسم دومی بازی تغییرات در دسته هولبوک شده است. در دروازه شاهین جلیلوف از میدان گرفته شده است و به جای او گبکو پراسپر به میدان برآمده است که این تغییرات اولین در واخور امروزه میان این دو دسته است که ما در آغاز گفتیم که تغییرات نیست اما تغییرات شده بوده است. و در ادامه در قسم دوم اکنون در دروازه هولبوک بازی میکند گبکو پراسپر. من اگر حالا ما با هیئت دسته هولبوک نظر افکنیم اکنون دو لیگانر حالا در هیئت دسته بازی کرده استند در همین بازی مقابل حاصلات که یکی جعفر اسماعیلوف است، دیگر باشد دروازه‌بان گبکو پراسپر. دیگر هم بازیگران محلی هستند. از هیئت حاصلات باشد ساموئیل فوری، بورتگیاشی، یاپیو کپاوا، سوندای لونجیسونگ، جوزف کمادی، پاتریک رودولف از جمله لیگانرها محسوب میشوند که حالا در میدان هستند. وضعیت استانداردی برای دسته هولبوک دوباره اجازه میدهد پرتاب به داخل جریمه فرصت هم پیدا میشود و میبینیم که اینجا درست‌تر استفاده برده نمیتوانند بازیگران دسته ناحیه وسط. زود از اوت به بازی در آورده میشود. کوشش نوبتی بازیگران دسته هولبوک یونس اسمتولویف اینجا درست‌تر توپ را به هم دست پس دادن نمیتواند. زود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته حاصلات. بسیار هم سرعت هجوم اینجا بلند است اما درست‌تر توپ را بر رودولف پاتریک پس دادن نمیتواند. محمد شریفی سید خوجا. کوشش نوبتی بازیگران دسته حاصلات با توپ از جوزف کمادی نمیتواند از بازیگر رقیب گذرد و اینجا قاعده بازی را نیز ویران میکند. اکنون جوزف کمادی قاعده بازی را مقابل دفاعگر دسته هولبوک علیشو خدای قلوف ویران کرد. زود اکنون از همین موقعیت توپ را به بازی می‌دارد علیشر خالمورودوف از هیئت دسته هولبوک و ببینید که اینجا چگونه قاعده ویران کنی بود. وقتی که جوزف کمادی توپ را گرفته نتوانست، توپ را از دست داد، مجبور شد که قاعده بازی را ویران کند. کوشش نوبتی بازیگران دسته هولبوک تلاش کرده استند بازیگران دسته ناحیه وسط توسط کنار راست هجومی دسته را اندازی کرده میشود. ضربه مستقیم اجرا کرده میشود. بسیار هم یک ضربه خوب و پهلوتر از دروازه توپ میدان را ترک میکند.
جعفر اسماعیلوف بود که ضربه زد. بازیگری که این موسم یک گل در هولبوک به ثمر رسانید است و بازی دوره دهم اون هم در بازی مقابل سروشان بود که گل غلبه آوری هولبوک در همون بازی بود و غلبه دست رو نیز تامین کرد. از ضربه کنجی توپ را به بازی خواهند درآورد بازیگران دسته هولبوک. خود جعفر از کناری راستی میدان توپ را به بازی خواهد درآورد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه بسیار هم خوب فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته هولبوک، اما کسی نیست که با یک جایش بلند توپ را به دروازه دلیر عزیزوف زند. اندکی اوسه می‌بردارد دروازه‌بان دسته اوسیلوت. و در همین فرصت ببینید که با نوک پنجه خود به توپ رسیده است دلیر عزیزوف. خوب است، بازی رو ادامه داده میتواند دلیر. امروز واقعا هم دلیرانه در خط دروازه است و در قسم اول نیز ما فاول او رو دیدیم و در آغاز قسم دوم میبینیم که این دروازه‌بان به مانند اسم خود دلیرانه در دروازه با سیفای خود توانسته است که حالتهای گلزنی بازیگران دسته هولبوک را از بین برد. از خط دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد اکنون دلیر عزیزوف. در آغاز قسم دوم بازی فعال می‌بینیم بازیگران دسته هولبوک را اونا تلاش کرده استند که البته حساب را کویش بدهند و به همین ترتیب توجه را بیشتر به خط حمله کرده استند. دوباره خوبی بازیگران دسته اوسیلوت توسط کنار راست میدان اینجا هجومی دسته را اندازی کرده میشد. جوزف کمادی بهری دریافتی توپ تلاش دارد و اینجا قاعده بازی ویران کرده شد از جانب خود کمادی. در مبارزه با علیشا خدای خلوف موفق نگردید. فرصت پیدا می شود برای دسته هولبوک و پهلوتر از دروازه تو میدان رو ترک میکند. چگونه فرصت بود برای حمله‌گری دسته خیرالدین تورخانوف. نزدیک بودند که بازیگران دسته هولبوک اینجا موفق به زدن گل شوند. ببینید که چگونه فرصتی خوب بود، چگونه یک امکانیتی 100% گلزنی پیدا می شود برای حمله‌گری دسته، اما اینجا دفاعگری دسته اوسیلوت پورته گیاش خود را در بنزی تو پرتاف و توانست که همین حالت رو برطرف کند. سرعتی بازی بلند میشود. هجومی دسته اوسیلوت بسیار هم خوب اینجا با سرعتی بلند پیش حرکت میکند. رودولف پاتریک اکومادی اینجا خالی است اما توپ تا به جوزف اکومادی اومدن نمیرسد. بیگ عبدالغفورов توپ رو با اوسیلوت برگردونید. محمد شریف یاپه وکاپاوا ساموئل اوفوری محمد شریف بسیار هم خوب توسط کناری چپ هجوم دسته اوسیلوت ادامه می‌یابد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه نه اینجا به کناری مقابل بوده است به سمت جوزف اکومادی پرتابی او به داخل جریمه‌گاه و توپ را داشته میگیرد گویکو پراسپر. به خط حمله میروند بازیگران دسته هولبوک. آنها نیز بیشتر اکنون توجه خود را به خط حمله کرده استند و در همین فرصت ها ما هجوم‌های جوابی خطرناک رو نیز از جانب اوسیلوت دیده استیم. خوب است سفر علی کریموف بازیگری که اینجا قاعده بازی مقابلش ویران شده بوده است. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته هولبوک. یونوس دیگر بار اسمت الله با توپ است. پرتابی او به کناری راستی میدان و برطرف میکنند بازیگران دسته اوسیلوت این فرصت را. دست چخالوف
فرصت برای دسته حاصلات و اینجا برطرف کرده می شود. دیگر بار در خط دروازه هولبوک شاهین جلیلوف را می‌بینیم. فردوس چخالوف، فرصت پیدا می شود برای دسته هولبوک و توپ را داشته میگیرد اینجا دلیر عزیزوف. فریدون شریپوف قاعده بازی ویران کرده شد از جانب علیشیر خالمرادوف مقابل محمد شریفی سید خواجه. از اوت به بازی درآورده می شود از جانب فردوس چخالوف. رودولف پاتریک توپ را به حاصلات برمیگرداند. بسیار هم خوب. پس به محمد شریف فرصت هست برای جوزف کومادی. امکان زدن ضربه هم هست اما بلندتر ضربه را اجرا میکند جوزف کومادی. سوندای لونجیسون که جای اشاره میکند که میتوانست به او پاس دهد کومادی اما چنین نکرد. یک فرصت خوب را از دست دادند بازیگران دسته حاصلات و زود اکنون به حمله میگذارند بازیگران دسته هولبوک. آغاز نیمه دوم بازی بسیار هم سرعت بازی بلند است و هر دو دسته را دیده استیم که تلاش زدن گل را کرده استند، گرچه که حاصلات دو توپ پیشتر از هولبوک است. تغییرات در حتی دسته هولبوک انجام داده شدند. از میدان گرفته می شود یونس اسمت‌اللهیف و با جای بازیگر تحت رقم 25 بهرومن عظیموف لیگنر وارد میدان می شود. بختیار چوریف نیز از میدان گرفته می شود. بازیگر دیگری که به میدان برآمده است این زرحالشو اکرموف است. زرحالشو با جای یونس اسمت‌اللهیف و بهرومن باشد با جای بختیار چوریف وارد میدان شدند. پرتاب داخلی جریمه گاه فرصت هست برای دسته هولبوک و باز هم موفق نمیشون. امکانات را در قسم دوم برای زدن گل فراهم کرده استند با یک دیگر بازیگران دسته هولبوک هم ما میبینیم که موفق نگردیده استند تا با دروازه دلیر عزیزوف گل زنند. بسیار فعالانه بازی کرده استند بازیگران دسته هولبوک.
فرصت پیدا می شود برای دست هولبوک، باز هم اینجا موفق نمی گردند. مخلصان نیز امروز در ورزشگاه هستند برای دستگیری دسته خود. گرچه که شماره آنها کم است، اما میبینیم که چگونه یک دیلانه تیم خود را دستگیری کرده ایستادند در میدان. یک تغییرات در خط حمله، یک تغییرات در خط نیم محافظه انجام داد. جلال‌الدین مجیدوف سرمربی دسته هولبوک. فردوس چقلوف اینجا کارت زرد میگیرد از سایت دسته حاصلات. دلیل آماده است که توپ را به بازی درآورد از دروازه. دلیر عزیز فکنون توپ را به بازی می درآورد. ایبک عبدالغفارов پسی به فردوس. توپ را به خوبی بازیگران دسته هولبوک. توپ از میدان بیرون نشده است. بسیار هم خوب هجوم دسته ادامه می‌یابد با توپ است اینجا علیشر خالمرادوف. فرصت هست برای دسته هولبوک اما موفق نمی‌شود خیرالدین تورخانوف. ضربه مرادوف را دیدیم. تلاش‌های نوبتی بازیگران دسته هولبوک. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. یک امکانیت دیگر پیدا می شود برای دسته نوحه واسه. باید متوجه میشیم به همین فرصت پاس داده می شود، ضربه اجرا کرده می شود و اینجا برطرف میکنند دفاعگران دسته حاصلات. اکومادی پاتریک بسیار خوب بازی میکنند اندر یک دیگر. هجوم دسته حاصلات ادامه می‌یابد توسط کنار راست میدان. فریدون پسی به قفا. توپ را به خوبی بازیگران دسته حاصلات در مرکز میدان. فرصت پیدا می شود برای دسته حاصلات. ضربه هم اجرا کرده شد و اینجا شاهین جلیلوف می تواند که این حالت رو برطرف کند. ضربه از همین مسافه اجرا کرده می شود از جانب بازیگر دسته هولبوک اما بلندتر. ببینید که چگونه فرصتی خوب بود برای سوندای لونجیسونگ. ضربه که اجرا کرد آن را برطرف نمود دروازه‌بان دسته هولبوک. الکی در واخر امروزه برای سوندای لونجیسونگ امکانیت خیلی هم زیاد همدستا فراهم آورده استند و میتوانست اگر از آن استفاده کند حداقل 2 یا 3 توپ به دروازه هولبوک زند، اما
نتوانسته است که از همین فرصت استفاده کند. سوندای لونجیسونگ، جوزف اکومادی، پایده بازی مقابلی ویران کرده می شود. باید با همین فرصت متوجه میشویم. موقعیت میگیرد شوهین جلیلوف، دوباره جزا میدهد بر توپ به داخل جریمه گاه و اینجا توپ رو داشته میگیرد دروازه‌بان دسته هولبوک. سفرعلی کریموف توپ رو از دست داد. رودولف پاتریک هجوم دسته حاصلات را ادامه میدهد. پس هم داده می شود اما اینجا اشاره میکند دوباره اساسی بازی بختیار کومیلوف از شهر کلوب که قاعده ویران کنی بود است در همین فرصت. ضربه جریمه‌ای برای دسته اوسیلوت. این نباید میبینیم که کی از این مسافه ضربه را اجرا میکند. موقعیت میگیرد فریدون شریپوف، همچنین آیبگ عبدالغفور و فردوس شخالوف و محمد شریفی سید خوجه نیز در نزد تو هستند. دوباره جزا میدهد. به نظر می رسد که ضربه مستقیم اجرا کرده می شود. اینجا پس داده شد. فرصت پیدا می شود برای دسته اوسیلوت و اینجا چگونه امکانیت را از دست می دهد. بازیگر این دسته ببینید که چگونه مسافه نزدیک بود، چگونه فرصت بود، اما بلندتر از همین مسافه ضربه را اجرا کرد محمد شریف بود اگر خطا نکنم. هجومی دسته هولبوک توسط کناری را صورت میگیرد. فریدون شریپوف پسی او به سمت جوزف اکومادی، از موقع خود بیرون می شود شوهین جلیلوف و این جولتی نوبازی نیز به قید گرفته می شود. دوباره کناری به رخچه خود را بالا می بردارد. تغییرات در حتی دسته هولبوک انجام داده می شود. مسرور خیومیدینوف در میدان عوض می کند سفرعلی کریموف را. تغییرات سیوم در هیئت دسته نوه بوسه است. کوشش نوبتی بازیگران دسته هولبوک فرصت هم پیدا می شود و اینجا باید درستتر هم دسته خود را در داخل جریمه گو پیدا کرد. باید درستتر پاس داد تا امکانیت البته به گل تبدیل یابد. مشکلی که امروز هولبوک دارد محض همین است. در خط حمله امکانیت ها فرصت هایی که است درست و دقیق استفاده برده نشده است. هم دیگر فهمی نیست اینجا اندک خوب نیست در خط حمله دسته. هجومی دسته اوسیلوت بسیار هم خوب. پس بر رودولف پاتریک اینجا اشتباه بود. توپ رسوی میشوند اکنون بازیگران دسته هولبوک. جوزف اکومادی امکان داشت که توپ رو به دسته خود برگرداند اما موفق نمیشود. فردوس شخالوف توپ را با خوبی او در مرکزی میدان دو نفر رو گذاشت. فردوس بسیار هم خوب قاعده بازی مقابلی او ویران کرده شد. جمشید مرادوف قاعده بازی را مقابل فردوس ویران کرد. 20 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 0-2 با فایده دسته اوسیلوت نوه فرخور است.
در نیمه دوم بازی تا هنوز ما شاهد گل نگردیدیم، گرچه که هر دو دسته در قسم دوم فعال هستند، هر دو دسته امکانات گلزنی داشتند و هر دو دسته بسیار یک بازی هجومکار را نشان داده هستند. جوزف اکومادی بسیار هم خوب، دیگر بار پاس داده می شود از جانب فریدون شریفوف به او. پس اکومادی امکانیت است برای دسته اوسیلوت، ضربه اجرا کرده می شود و گل. حساب 3-0 می شود و اینجا پاتریک رودولف دنجر می تواند که گل پنجم خود را در موسم امسال به ثمر رساند و حساب را باشد 3-0 کند. مشغله میکنند مخلصان دسته اوسیلوت، اکومادی و پاتریک رودولف اکنون این گل را تجلیل میکنند و گفتم که این برای پاتریک رودولف گل پنجم در موسم امسال است و با 5 گل خود اکنون رودولف پاتریک حالا در فهرست بهترین نشانزنها موقع پیدا میکند. یعنی او به زینه اول میبرد. ببینید که چگونه اینجا هجوم راه اندازی کرده شد. پس گل‌آور باز هم اینجا ثبت کرده می شود به نام جوزف اکومادی. دومین پس گل‌آوری او در آخر امروز، همچنین در گل اول او موفق شده بود که گل زده بود و به همین ترتیب جوزف اکومادی بازیگر این موسم در اوسیلوت است که هم گل میزند، یعنی 3 گل دارد و هم 4 یا 5 پس گل‌آور دارد. شوین جلیلوف کارت زرد میگیرد در دروازه‌بان دسته هولبوک. گل تفتیش کرده شده است از جانب ور. ایلهام جان باروتوف، دمیترو بیلونوک، عزیزبек دلیف، فریمپونگ، نوردین همراقلوف، پول کامولافه بازیگرانی که 5 گل در موسم امسال دارند. رودولف پاتریک نیز گل پنجم خود را زد و حالا در فهرست بهترین نشانزنها اسم او در اول است، چون که آخرین شده محض شماره گل خود را به 5 رسانید. بازی ادامه می‌یابد. 0-3 اوسیلوت باز هم در حساب پیشگام‌تر می شود و باز هم آنها فیصدی غلبه‌شان را در ادامه بازی با 3 گلی که حالا دارند بیشتر میکنند. یعنی امکانیت غلبه دسته اوسیلوت حالا در دقیقه‌های باقی مانده نسبت به هولبوک بیشتر است. هولبوک با شانسی کمتر دارد که در دقیقه‌های باقی مانده با بازی برگردد و یا بازی را مساوی کند و یا در حساب پیشگام شود. البته اگر چنین شود پس یک هنگامه خواهد بود در آخر امروز. جوزف اکومادی با سرعت بلند و پیش حرکت میکند. اسیو به قفا، چخالوف، شریفوف، محمد شریف. فرصت هست برای دسته اوسیلوت، حالت اینو بازی نیز نیست و اینجا ببینید که اگر همینجا دفاعگری هولبوک این حالت رو برطرف نمیکرد پس گلی چهارم نیز به دروازه این تیم زده میشد. زود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته نوحه واسه. پس به کنار چپ اینجا سرعتی بلند دارد بازیگر دسته هولبوک، پس به خیرالدین اما موفق نمیشود. مسرور خیومدینوف بازیگری که به میدان برآمد، میبینیم که در کنار چپ فعالانه بازی کرده است. جوزف اکومادی با صورت بلند با پیش حرکت میکند. امکاناتی دیگر بار پیدا میشود برای دسته اوسیلوت. اکومادی خود حرکت میکند، پس او و اینجا برطرف میکنند اکنون دفاعگران دسته هولبوک. سرعتی بازی باز هم شدتناکتر میشود و میبینیم که چگونه دسته توجه خود را بیشتر به خط حمله کرده ایستادند. اگر امروز اوسیلوت تواند که صاحب 3 امتیاز گردد پس آنها به موقع 9 میبرایند با کسب 12 امتیاز. هولبوک باشد به تخانه جدول مسابقه می رود. هشت توپ به دروازه رقیبان زده، 18 توپ را از داخل دروازه بیرون آورده است دسته هولبوک. ظفر بردیف نیز کارت زرد میگیرد از سایت دسته هولبوک. بختیار چوریف از این پیشترک کارت زرد گرفته بود. شوین جلیلوف از این پیشترک از سایت هولبوک کارت زرد گرفته بود. از سایت اوسیلوت نیز کارت زرد هست. فردوس چخالوف.
وضعیت استانداردی برای دسته اوسیلوت باید متوجه بشیم که از همین موقع چگونه توپ به بازی در آورده می شود، یا پرتاب یا مستقیم ضربه و چی بازیگزاری اینجا میکنند بازیگران دسته اوسیلوت. حالا میبینیم. موقعیت میگیرد شاهین جلیلوف، دوباره اجازه میدهد. پرتاب با داخلی جریمه گاه بود، جو ضربه مستقیم اجرا کرده شد. حساب 4-0 میشود. تماشابینان عزیز و اینجا خوشحالی میکند فردوس چقالوف. شاید بررسیش او تو وارد دروازه شاهین جلیلوف گردید و حساب 4-0 میشود. گل به نام فردوس چقالوف نوشته میشود. گل دوم برای بازیگر مذکور که محض اولین گل دسته اوسیلوت در موسم امسال فردوس چقالوف زده بود. 4-0. باید متوجه میشیم که چگونه اینجا پرتاب اجرا کرده شد و چگونه با اندک رسیش توپ را وارد دروازه شاهین جلیلوف میکند فردوس چقالوف. فریدون شریفی بود که اینجا پس گل را مربوطی نامی خیش کرد و ببینید که اینجا چگونه رسیش بود از جانب فردوس چقالوف. حساب 4-0 میشود. اولین غلبه بزرگ دسته اوسیلوت در موسم است که آنها 4 توپ به دروازه رقیب میزنند. اما ببینیم که با آمدن زینالدین رحیموف چگونه مشکلی که در خط حمله اوسیلوت بود برطرف کردند. آیبک عبدالغفارov ترک میدان میکند، به جای خورشید بگ نصر وارد میدان میشود. اولین تغییرات در دسته اوسیلوت و همچنین ترک میدان کرده است جوزف اکومادی و به جای شوکتی اوتن وارد میدان شده است. جوزف اکومادی بازیگری که 2 پاس گل آورد داشت در بخوریم روزا و همچنین 1 گل نیز زد و بهش محبوب شاید بهترین بازیگری دیدار نیز او اعتراف کرد. علیشیر سلیموف به میدان میبرد از سایت دسته هولبوک و در میدان عوض میکند علیشیر خالمرادوف را. ظفر بردیف نیز از میدان گرفته میشود و به جای دفاعگر وفا هخامنشی به میدان میبرد. همه تغییرات را انجام میدهد سرمربی دسته هولبوک جلالالدین مجیدوف و میبیند که در ادامه باز نتیجه چگونه خواهد بود. البته نتیجه بد شده است و باز در ادامه خط دفاع را استوار میکند تا دیگر توپ از داخلی دروازه گرفته نشود. فرصت پیدا میشود برای دسته هولبوک. مسرور، ضربه مسرور و اکنون حساب 4-1 میشود. مسرور قیام‌الدینوف بازیگری که از سطح ذخیروی به میدان آمد در کنار شب بسیار هم فعال بازی کرده است و توانست که توپ را به دروازه دلیر عزیز افزاند. از نتیجه بازی بسیار هم نگران است جلالالدین مجیدوف. کوشش نوبتی بازیگران دسته هولبوک بر صورت گل زدن پیش روشان کشوده شد. در ادامه کوشش کنند شاید که باز هم خطی دروازه دلیر عزیز را رخ نکنند. مرادوف توپ را به هولبوک برگردانید. توسط کنار راست هجومی دسته هولبوک. دهه آخر بازی نیز شروع می شود و می بینیم که بازی بسیار 1-4 به فایده اوسیلوت جریان دارد. هولبوک که در موسم امسال البته مقابل دستاوی منطقه خطلان مقابل پنچیر غلبه کرد، از بخش امتیاز گرفت، از روشن امتیاز گرفت، اما امروز در بازی مقابل اوسیلوت می‌بینیم که شکست خورده است و اون هم با حسابی بزرگ.
مسرور قیام‌الدینов گل اولی نشد در موسم امسال لیگ اول به ثمر رسانی. تلاش نوبتی او. این بازیگر تجربه خوبی بازی البته مقابل دسته اوسیلوت رو دارد، چون که قبلا شرفی دسته روشن را حمایت میکرد. ببینید که چگونه با ضربه قوی خود توپ را به دروازه دلیر عزیز افتاد. در همین فرصت مسرور قیام‌الدینov و بسیار هم فاول بازی کرده است. دروازه‌بان این دسته اوسیلوت دلیر عزیزov نیست در همین مورد درست‌تر موقعیت نگرفته بوده است. مرادوف ضربه او برطرف کرده می شود. ضربه کنجی به فایده اولبوک است. با بازیگذاری از ضربه کنجی توپ به بازی درآورده می شود. بر توپ به داخل جریمه گفت فرصت هست برای دسته هولبوک و برطرف میکند اینجا یک پیو کاپا و توپ رو از داخل جریمه گاه زده بیرون میکند. زود به هجوم جوابی میگذارند بازیگران دسته اوسیلوت. فرصت هم هست. البته اینجا هم دفاعگران دسته هولبوک به موقع خویش برمیگردند و توجیه این مشکل میشود برای دسته اوسیلوت. گفتیم تماشاگران عزیز که الکی یک قطار بازی دوره دهم برگزار شدند که اونجا برخی از خطر و شکست داد با حساب 1-0. کلوب مرکزی ورزشی ارتش با حساب 2-1 خوجند را مغلوب کرد. وخش با حساب 1-0 بر روشن ظفر یافت. اوسیلوت باشد اول با حساب 4-1 هولبوک را شکست داده است. فرصتی دیگر بارا پیدا می شود برای دسته اوسیلوت. بیاید متوجه بشه به همین امکانیت که اون را استفاده برده نمیتوانند و به همین ترتیب پگای دیگر فردو بازی می دسته ریگارتاداز و پانچر نیز صورت میگیرد و با همین بازی‌های نیمه اولی موسم جنبست میگردند و بازی دیگر آنجا ادامه می‌یابند که در دور 12 بازی روزهای 13 و 14 و 15 ایون صورت میگیرد. اسقاط با وخش بازی میکند. ریگارتاداز با برخچی، استراوشان با روشن، هولبوک با پانچر، خوجند با استقلال، اوسیلوت با کلوب مرکزی ورزشی ارتش. البته نیمه دوم موسم است و الکی این دستا با هم دیگر بازی کردند و میبینیم که در بازی دوم خویش در موسم چه نتیجه را به قید میگیرند. فردوس شخالوف هجومی دسته اوسیلوت. پنج دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی و خوری حساب 4-1 به فایده اوسیلوت است. فرصت پیدا می شود برای هولبوک اما موفق نمی گردند. فریدون شریفوف یپیو کاپاوا محمد شریف کوشش نوبتی بازیگران دسته اوسیلوت. ساموئل اوفوری توسط کنار چپ هجوم دسته اوسیلوت ادامه می‌یابد. فرصت هست. الونجی سونگ پاس داده می‌شود به رودولف پاتریک و درست ضربه زدن نمی‌تواند بازیگر مذکور.
دنجر رودولف پاتریک. هجومی دسته اولبوک، ضربه اجرا کرده می شود از همین موقع از جانب جعفر و برطرف میکنند دفاعگران دسته اوسیلوت و زود به هجوم جوابی میگذارند. فریدون شریف بسیار هم صورتی بلند دارد، امکانیت هست برای بازیگران دسته اوسیلوت. فرصت پیدا می شود در این موقع خالی است، بازیگر ضربه هم زده می شود و گل. اما میبینیم که گلی که زد شوکت یوتم اینجا در حالت نوبازی بوده است. داور کناری بیرقچه خود را بالا برداشته است. اینجا واقعا هم در حالت نوبازی بوده است. شوکت یوتم میگذاشت تا سوندای لونجیسون کم اینجا هجوم را ادامه بدهد، چون که در حالت نوبازی نبود و میتوانست که این فرصت رو شاید باز هم ثمرناک استفاده کند. بر صورت گل تفتیش کرده بشود. و میبینیم که بختیار کامیلوف با چه خلاصه میآید. آیا گل به اینوبت گرفته می شود و یا حالت نوبازی است؟ اما اونجا واقعا هم حالت نوبازی بود. باید بار دیگر از لحظه تکرار میبینیم که شوکت یوتم در حالت نوبازی بود یا نه. شاید گل به اینوبت گرفته شود. بر صورت قرار نهایی رو میبینیم. اندک دشوار است مشخص کردن همین حالت. حالا از زاویه دیگر ما دیدیم که اونجا بسام در حالت بازی بودن شوکت یوتم نه چندان زیاد انیق است. بر صورت میبینیم که اون دورانی که در حجره ور هستند، یعنی خورشید ادبویوف، شریف بیگ نوریدینوف، ابوبکر محمدوف چی خلاصه میکنند با بختیار کامیلوف چگونه این حالت را شرح میدهند و شاید ضرورت پیدا شود خودی کامیلوف نیز رفته از اکران این حالت را ببیند و بر صورت میبینیم که تقدیر گل اوسیلوت چی خواهد شد. توجه تا هنوز به داوری بازی است. اگر گل حساب گرفته شود پس گل اولی شوکت یوتم در موسم امسال خواهد بود. قبلا ما هنرنمای خوب شوکت یوتم را خوب در خاطر داریم در دسته دیگر نهایی بوسه، در دسته فایزکند که او چگونه در این تیم با یک بازیگر اساسی تبدیل یافته بود، چگونه گل میزد و بعدا ما دیگر در موسم اخیر فایزکند را در لیگ اولی نمیبینیم. در لیگ پایانی است این دسته. اینجا بچه اشاره میکند داور، اشاره میکند که تغییرات انجام داده شود. رودولف پاتریک بازیگری که گل زد و اسم خود را در خطوری بهترین نشانده‌ها در موسم امسال جای داد از میدان گرفته بشود و به جای عزیزبک سلطانوف در خط حمله به میدان میبرد و گل زده شوکت یوتم نیز اینجا به نوبت گرفته نمیشود و حالت نوبازی به قید گرفته میشود. البته اینجا از چند زاویه که دیدیم مشخص کردن این حالت بسیار دشوار بود و به همین خاطر پس از یک تفتیش طولانی نیز به خلاصه آمدند داوران آخرین امروزه که اونجا حالتی نوبازی بوده است.
وقت اساسی بازی هم خاتمه یافت. متوجه میشیم که چند دقیقه با وقت اساسی بازی ضم کرده می شود. شش دقیقه با وقت اساسی بازی ضم کرده می شود. فرصت پیدا می شود برای دسته اوسیلوت. پس به خفا داده می شود از جانب سوندای لونجی سونگ. دوباره با دیگر باره بازیگران دسته اوسیلوت ضربه از همین موقع زده می شود از جانب ساموئل اوفوری، اما پلوتر از دروازه تو میدان رو ترک کرد. از لحاظ اموری، از لحاظ دوره کنی تو، از لحاظ حساب، من از لحاظ بازی که امروز بود دسته اوسیلوت واقعا هم نسبت به هولبوک خوبتر و بهتر بود. اما در نیمه دوم ما دیدیم فاولی دسته هولبوک رو که اونو امکانیت گلزنی داشتن و اون رو درست و دقیق استفاده برده نتوانستند. یعنی نسبت به قسم اول در قسم دوم اندک بازی دسته هولبوک خوبتر و بهتر نیست شد. پرتاب داخلی جریمه گاه بسیار هم خوب. فرصت پیدا می شود برای دسته هولبوک و گل دوم نیز زده می شود. بهرومان عظیموف مؤلف گل دوم دسته هولبوک در واخر امروزه می گردد. در دقیقه دوم اعلان نموده دوار مشرف از زدن گل می شود بهرومان عظیموف، لیگنر دسته که از سایت ذخیروی به میدان آمد. ببینید که اون بازیگرانی که امروز جلال‌الدین مجیدوف از سایت ذخیروی به میدان برآورد، یعنی بهرومان عظیموف و یعنی مسرور خیام‌الدینوف، این دو بازیگر توانستند که به زدن گل دست یابند. یعنی اگر از آغاز رقابت این بازیگران رو به میدان می‌برآورد چی میشد؟ جلال‌الدین مجیدوف به جای یونس اسمت‌الله‌یف که چندین فرصت رو درست و دقیق استفاده برده نتوانست، به جای خیرالدین تورخانوف که در واخر امروز نچندان درخشش خوب داشت در خط حمله، شاید حساب چنین نمیشد. 4-2 6 گل در واخر امروز به قید گرفته می شود. گل هفتم شاید بیکار کرده شد، گلی که آنجا شوکتی هوتام زد و ما شما در دربی منطقه کولوب، در دربی خطلون زمین شاهد یک بازی سر گل گردیده هستیم در ورزشگاه وخش ارینای شهری باختر. در دور گذشته شماری رکوردی مخلصان به قید گرفته شده بود، همچنین باخت استقلال از روشن، بازی میان دسته‌های پنچر و ریگرتاداز نیز تماشاگران عزیز روز 3 می در همین ورزشگاه برگزار می شده است. ما می‌بینیم که دسته ریگرتاداز که در اولین بازی خود زیر راهنمایی علی شرتوختایف توانست که پیروزی به دست آورد، مقابل اوسیلوت ظفر یافت. بعداً اونها در سوپر جام تاجیکستان از استقلال شکست خوردند که اونجا وقت اساسی بازی با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بعد در سلسله ضربه‌های پنالتی با حساب 5-4 مغلوب شد ریگرتاداز. دلیر امام نظرов از این دسته گل زدن نتوانست در کوشش پنجم خویش و همچنین صادق جان قربانوف باشد اونجا در کوشش پنجم خویش گل زده بود. و همین ترتیب استقلال برای 13ام سوپر جام کشور را بالای سر برداشت. کوشش نوبتی بازیگران دسته هولبوک ضربه اجرا کار نمی‌شود و اینجا دلیر عزیزوف میتواند که این فرصت رو برطرف کند. کمتر از 2 دقیقه دیگر باقی مونده است تا انجام وقت اعلان نموده دوور به وقت اساسی. یک فرصت دیگر پیدا می شود برای بازیگران دسته هولبوک، اما موفق نمی‌گردند. هجومی دسته اوسیلوت اکنون هجومی جوابی است و می‌بینیم که امکانیت هم هست. اینجا خودی دیده می شود در خط دفاعی دسته هولبوک فرصت پیدا می شود، پاس داده می شود اینجا با سمت عزیزبک سلطانوف. شوکتی هوتام پاس میدهد، ضربه از همین مسافه اما بلندتر، ضربه از همین مسافه اما بلندتر از جانب بورت گیاشی. ضربه که بود از جانب
جمشید مرادوف دیدیم که اون رو چگونه با مشکلی برطرف کرده است علی عزیزوف. فرصتی دیگر پیدا می شود و چگونه گل زیبا زده می شود از جانب محمد شریفی سعید خواجه. ایسا 5-2 دوبل میکند در واخوری امروزه محمد شریفی سعید خواجه. و این نقطه نهایی در واخوری امروزه است که ایسا 5-2 می شود. شاید یک بازی سرگل شده استونیم در اجرایشی دستای هولبوک و اوسیلوت. دوبل میکند در واخوری امروزه محمد شریفی سعید خواجه و اکنون اون نیز در قطار جوزف کمادی در واخوری امروزه نامزدی ارزنده برای بهترین بازیگر دیدار هست. البته اونجا میبینیم که کی بهترین بازیگر دیدار اعتراف کرده می شود که آن رو البته کمیسری بازی امروزه شاروخ صادقوف معین خواهد کرد. و به همین ترتیب بازی دستا با حساب بزرگ 5-2 خاتمه می‌یابد. دسته اوسیلوت اون است که پیروزی را به دست آورد و در جدول مسابقه به زینه نهم باید با کسب 12 امتیاز هولبوک باشد، با 9 امتیاز در زینه 11 موقع میگیرد و این غلبه سوم اوسیلوت محسوب میشود. برای دسته هولبوک باشد بختی ششم است. در اینجا گزارش مستقیم شد در بخش آرینا به انجام میرسونیم. با شما بودم من شوری فریدون سفرزاده که این بازی سرگل رو تماشا کردم. صحتمند و پیروز و دوستدار لیگ اولی بمانید. خیر.